داریم؟ اما امروز چرا در لرزه هستند؟ تا که در مملکت های اسلامی از خود مسلمان ها کار نگیره، این بیچارگک ها یک قدم پیش رفته نمیتونه. خب افسوس است که همیشه از گوداگی و جاسوس ها کار میگیره، خودی از یا مستقل در میدان آمده نمیتونه. چرا نمیتونه؟ با مؤمنا اسلحه چیست؟ ایمان. اسلحه ایمان اونطور اسلحه است که کافر نداره و این اسلحه مؤثرترین اسلحه در میدان مبارزه و چیست؟ کامیابی است. الله متعال کامیابی را نصیب ایمان میکنه که ایمان در قلب کسی باشه. خب افسوس است که امروز ایمانای ما کل تذکیره‌ای شده، در قلبا ننشسته. فجعلناهم الاخسرین، گردانیدم یارا خیلی تاوانی. چرا اینطور میکنه؟ سالا به بتا سجده کردن، نه بت به دردشان خورد. باز که چقدر محنت کردن که دشمن خود از بین ببره، دشمن هم از بین نبرد. مفسرین نوشته میکنه که وقت آتش داغ شد، گفت نمرود دید که ابراهیم علیه السلام سالم در آتش نشسته است، گفت جور تیار نشسته است. حیران مانده بود که حالی چی کنه. و نجیناه و لوطا الی الارض التي، الله متعال می فرماید ما نجات دادیم ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام برادرزادیش که ایمان بالا ابراهیم علیه السلام آورده. الى الارض التي، به او سرزمینی که بارکنا برکت انداختیم فیها، در او سرزمین که سرزمین شام فلسطین است، للعالمین، برای مخلوقات همون زمانه. چرا اونجا الله متعال عجیب برکات میوه های مادی هم بود و برکات معنوی هم بود. چرا او جایگاه انبیاء علیهم السلام بود، دعوت توحید در اونجا زیاد شده بود. از این خاطر ابراهیم علیه السلام سفر خود او طرف شروع میکنه. مفسرین نوشته میکنه که در این قدر مسائلی که خیلی آموزنده بود، دلایل ابراهیم علیه السلام، این حالات عجیبی که سر ابراهیم علیه السلام صورت گرفته، 80 نفر قدر مسلمان شده بود، دیگه نبوده. تنها در قرآن کریم لوط علیه السلام با اهلش ذکر میشه که ایمان بالای ابراهیم علیه السلام آورده. اینجا قرآن کریم حالی بیان میکنه ابراهیم علیه السلام هجرت میکنه، لیکن از طرف نمرود امکان داره که از طرف نمرود هم تهدید است و نمیخواه که طور جوان چیست شجاع و جوانی که یک دم استدلال قوی داره در این منطقه باقی بمانه. چرا؟ اگر ابراهیم علیه السلام در این منطقه باقی بمانه، مردم یک دم وهابی میگرده، کلش موحد میشه، باز وهابی میگرده. از این خاطر مردم تلاش میکنه این مردکه را از اینجا بکشه، نمیمانه شه. و خود ابراهیم علیه السلام هم نظر به مسئولیتی که داشت که در این منطقه خواری و زحمت زیاد کرد، سری مردم تاثیر نکرد، چرا که قابلیت محل هم موجود نبوده، آماده نبود. از این خاطر باید ترک چی بکنه؟ محل بکنه، جای دیگری بره، به خاطر که توحید گسترش پیدا بکنه و در اونجا باید سفر بکنه. الله متعال در برابر امی قدر فداکاری هایی که ابراهیم علیه السلام داد، الله چی حالی عوض میده؟ و وهبنا له اسحاق، ما بخشش کردیم برای ابراهیم علیه السلام اسحاق، این فرزندش است. چرا؟ الله متعال برش بهترین بخشش که فرزند صالح است، فرزند صالح نیکوکار. چی رقم نیکوکار؟ عزتمند که پیغمبر است. راه ابراهیم علیه السلام ادامه میده. اولاد دو وقت اولاد است که راه پدری خود خصوصا که راه سازنده باشه، امو را نگذاره که خاموش شوه، او را در سر برسانه و او را زنده نگاه بکنه. الله متعال اسحاق علیه السلام که پیغمبر است و عینا دعوت ابراهیم علیه السلام پیش میبره، او را الله برش نصیب کرد. و یعقوب نافله، دادم نواسه را هم که بچه اسحاق علیه السلام است که ابراهیم علیه السلام او را مطالبه هم نکرده، نافله به طور زیاتی. ابراهیم علیه السلام تنها فرزند طلب کرده بود، الله نواسه پیغمبر هم برش نصیب کرد. اگر تو یک چیز میخوای الله دو چیز برات میده، لیکن شرط چیسته که آماده شوی به این که به الله خود تسلیم کنی، الله را حاجت روا بدانی. ما سرای خود در کجا میمالیم؟ در سری قبرا. اولاد نداریم، گاهی در پیش یک جادوگر بدو، گاهی در پیش دیگه آقای جادوگر بدو، آقا و آخوندزاده و میازاده و گلزاده و صاحبزاده. بری خود ما را اتمبیک جور کرده، از ما تمامی پولی ما را گرفته رایسته که ما این کاری تا میکنیم، این کاری تا میکنم، اما یک کار کرده نتانستن. چرا؟ اگر یک کار میتونستن از امو اول خودت بیلدینگ دار میکرد، پاچا جور میکرد که ایج از مردم چی بگوی چیزای نظر و نیاز نمیگرفت، خودت یک جای میرساند. اما وقت خود هیچ چیز هم نداره، مردم فریب داده، تصوری غلطه در ذهنشان مانده که اوش کنی که برای چیزی نگوی که باز میسوزی. نه یک کافر سوختان دانستن، نه کدام کاری دیگه.
و کلا جعلنا صالحین، تمام شما گردانی بوده بودیم، صالح گردانیده بودیم. از این معلوم میشه صلاح یکی از صفتهای کمال انسان است. زمانی که در انسان این صفت پیدا شود، اینمی انسان است. صلاح باشه. صلاح دو قسم است. یکی صلاح که خود انسان خود ساخته باشه، دوم صلاح است که دیگران را دعوت به اصلاح میکنی. از همون خاطر وصف صلاحیت در انبیاء علیهم السلام در درجه کمال است. انبیاء علیهم السلام که کدام قابلیت و حوصله مندی و طرز استدلال و مبارزه را یاد داره، هیچ کسی دیگری برابری از یا شده نمیتونه. از او خاطر الله دعای انسان همیشه باید باشه که وجعلنا من الصالحین، الله ما را از جمله چی بگردان؟ صالحین بگردان. وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا، الله متعالی بیان میکنه منزله و مرتبه ابراهیم علیه السلام که یا قابلیت امامت داره، الگو و مقتدا برای نسل آینده شده میتونه. امروز اگر هر کس افتخار به ملت بودن ابراهیم میکنه، بالکل واقعیت داره. چرا؟ ابراهیم علیه السلام اینطور شخصیت است که باید پشتش اقتدا شود. در او کمالات است، ام علمی و ام چیست؟ جسمی، ام معنوی. همه کمالات در ابراهیم علیه السلام جمع شده. قابلیت امامت داره، قابلیت رهبریت داره. از او خاطر باید ملت از او زنده نگاه شود، پیروی از پیش کرده شود. چرا؟ 6 صفتش الله بیان میکنه. و جعلناهم ائمة، ما گردانیدیم هم یارا ابراهیم علیه السلام و اولادایشان ائمة، پیشوایا، رهبرا. چی وظیفه داشتن؟ همونطور فقط امام شدن، باز دیگه بلدینگ خود جور کرد، کاری تجارت خود تکمیل کرد، پادشاهی افغانستان واری، وزیرا و وکیل افغانستان واری، یعنی که غم ملت توی گپا داشت. نه تنهای طور نبود یهدون بامرنا، که راهنمایی میکرد مردم. تمام روز در غم مردم بود، در اصلاح مردم پرداخته بود، کل عمر خدا وقف دعوت کرده بود. لیکن این دعوت از جان خود میکرد، به امر خود، نه به امرنا. الله میگه به فرمان ما دعوت میداد، به فرمان ما دعوت میکرد، نه به فرمان خود. یکی و به فرمان ما میکرد دعوت، نه مطابق خواهش مردم. چیزی حکم الله که آمده بود امور عملی میکرد، مطابق خواهش مردم نبود. ملاهای امروزی واره که نمازها را 8 بجه بخونه، 15 بالا 8 بجه نماز گفتن خوانده میشه. چرا؟ والا مردم وار خطاست. خیر خیلی خوب است در پیشین کلی نمازها را جمع کنه، اهل تشیع واره و در دیگر جمع میکنه کلیشه، یک دم یک چند هر کس به خود استاده شه، خلاص دیگه. چرا اینقدر خفتن خیلی دیر از خو میمانی، صوبکیام از خو شیرین میخیزه؟ از همون خاطر است. آفرین که باید مردم کلش شویه شود، کلش آسان پای نشو، آسان. و دیگه عبادت ها را ایج نکو، فقط یک دایم حرم بشناس، همونجا یک دو زنجیر پیدا کو، خون از جان روان کو، خلاص جنت در تیکه داده شده. آرام آسوده استی، یک نظری حسین نداشته باش دیگه خلاص، بس دیگه جنت در تیکه توست. من که میبینم بعد کلگی شیعه میشود، لیکن البته او دین چیزی هست که مردم زیاد شیعه نمیشه. چرا؟ وگرنه آسانی خود در اونجا خیلی زیاد است، آسانی و سهولت خود در اونجا زیاد است، خب مردم نمیشه. چرا؟ یک چیزی را دیده، دین تابع مردم نیست، دین فرمان الله است. به کدام حدودی که الله روان کرده تغییراتی دو آمده نمیتونه، او تابع فرمان کدام پاچه و گپا نیست. خب ملای ما تابع میکنه شه. یک ملا را پرسان میکنه بروچیندن زنا چطور است؟ گفته اگه اجازه شوهر باشه، اجازه شوهر باشه جایز است. و دوره خور احکام الله متعال در اجازه مردم تعلق داره. اگر مردم اجازه کنه درست، اگر نکنه نادرست. بسیار جای تاسف است که به این پیمانه علوم داره لیکن فتوای غلط و نادرست میده. حدیث رسول الله چرا؟ علتش است که این مردم هیچگاه به حدیث مراجعه نکرد که پیغمبر نامسات و متنمسات لعنت میگه. تو برو مراجعه کده کتاب حدیث که نامسات و متنمسات محدثین چی ترجمه میکنه. ابرو چیندنیا و کسی که ابروش چینده میشه او است، یعنی که کدام معنای دیگه داره. این بیچاره اونمو تقلید کورکورانه در کتاب فقه حواله است، در حدیث مراجعه نمیکنه، میگه که به اجازه شوهر باشه پروا نداره. به اجازه کی باشه؟ به اجازه شوهر. حیثیت ها را برش میکشن. اگر این حیثیت بکنی پروا نداره. این حیثیت ها را از کجا پیدا کردی؟ اینطور نگو. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یک صفت ای بود که وا مقتدا بودن، قابلیت امامت داشتن. مردم باید برنامه از را تعقیب بکنن. برنامه ابراهیم علیه السلام کدامتان تعقیب کرده؟ رای پدر ترک کرده در صورتی که دیده که ناحق است؟
پدر دیدی که چیسته سازنده است، شهرت پیدا کرده، کنسردا میده، بچهش امو تقلید پدر نکنه، اعلام کنه بگویه که یه عمل ناشایسته را میکنه. پدر قمارباز است، پدر شرابخور است، پدر بینماز است، پدر نعوذ بالله مال مردم به باطل میخوره، پدر دزد است، پدر غاصب است، پدر نعوذ بالله متعصب است، قوم پرست است. تو ترک کرده یا نکرده ای؟ اگر به ملت ابراهیم علیه السلام هستی در راه پدر باید در این طور موارد که سبب ضرر و سبب ضرر دین ما میشه قطعا باید او را ترک بکنی. چرا؟ اگر به ملت ابراهیم علیه السلام هستی. ابراهیم علیه السلام راه پدر را نگرفته، باز مقابله را شروع کرده، آرام ننشسته که ما عقیدیم جور شده قرار در خانه خو کنه. دعوتگرا امروز در کابل به صدها عالم در مساجد سلفی است مکمل، اما کل عمر یک رفع الیدین هم نمیتونه بیچاره. یا چیز عقیده مجور است دیگه مردم که رقم است، اینطور نکو، سلفی نیستی. دعوا نکو که من در ملت ابراهیم علیه السلام هستم، چرا که ابراهیم علیه السلام مبارزه را شروع کرده، مردم دعوت داده، گفته اینی منهج، پدرم گفته، قومم گفته، پاچارم گفته، یک نفره نمانده، یک نفره. ابراهیم علیه السلام برنامه خود علنی اعلان کرده، تو علنی اعلان کو. رایت حق است، از کسی شرم نکو، از کسی نترس. چیزی که در دین برات اجازه داده شده چطور شده میتونه که به خاطر مردم او را انجام نده؟ چرا؟ دین اجازه داده، مردم اجازه نداده. پس باز تو بنده مردم هستی، بنده الله متعال نیستی. اگر بنده الله متعال باشی احکام الله را انجام میدی. بله، ابراهیمی شدن گپ یادی نیست که کسی ابراهیمی شود. یک صفت بود، امر میکرد مردم به فرمان الله متعال پیشوا بودن. دوم، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما وحی کرده بودیم انجام دادن کاری که موافق شریعت باشه، کتاب الله و سنت رسول الله باشه. خیرات هر اون امری را میگه که موافق قرآن و حدیث باشه، همو کاره ما برش وحی کردیم. وحی دو قسم است، یکی تشریعی یکی تکوینی. اینجا تشریعی هم شده میتونه. ما برش فرمان روان کردیم که کارای نیک انجام بده. او کارای نیک چیسته؟ این دعوت توحید الله. آرام ننشینی، نگوی که من اصلاح هستم دیگه پشتش نمیگردم، نه، حرکت کن. دوم، و اوحینا وحی کردیم. تکوینی هم شده میتونه. تکوینی چی را میگه؟ الله در وجود امی ابراهیم و نوادش و ذریهش که الله یاد کرده بود، اینطور استعداد پیدا کرد، قابلیت پیدا کرد که یک لحظهشان بدون دعوت دین و خدمت دین نبود. الله اینمی استعداد برشان داده بود، همه استعداد برشان داده بود. ای از جانب الله متعال بر از یار آماده ساخته بود، آماده ساخته بود که بعدی کارا را انجام بده. زمانی که انسان نماز خوب میخونه، کاری نیک میکنه، شکر الله را بکشه، چرا که الله مهیا ساخته امو قوت تو را برای انجام عمل نیک. اگر مالت در جای درست مصرف میشه، سخنت در جای درست داده میشه، بسیار شکر الله را بکش، چرا که امی قوت تو را الله در کار نیک و در عمل نیک استعمال کرده. این توفیقی کی بود؟ الله متعال بود. دوم صفت ابراهیم علیه السلام همی بود و نبیرش. سوم، و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. نماز و زکات از جمله اموری است که در کل تاریخ برای تمام اقوام عبادات الله است که مکلف شده. معلوم شد اهمترین عبادات در بدنی نماز، در مالی زکات. یکیش تعلق با الله جور میکنه نماز و دیگهش تعلق با مخلوق الله. و انسان رابطهش با دوسته، یکی با الله رابطه داری، یکی با مخلوق الله رابطه داری. از همون خاطر کسی که نماز لحاظش نمیکنه، کارای دیگه دین بالکل لحاظش نمیکنه. کسی که نماز ضایع میکنه دیگه کارا را بسیار ضایع میکنه. نمایندگی واقعیت ایمان یک انسان نمازش است که نماز چه رقم درست میخوانه. در هر جای قرآن کریم در یک جای اداء صلات نامده، اقام صلات آمده. نماز درست قائم کردن، نماز درست برابر کردن. وقتی میشه که کل شرایط نماز تکمیل کنی، با خشوع و خضوع در وقت مناسبش با جماعت بخوانی. برای مردا اینمی است، برای زنا بدون جماعت لیکن مطابق نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این سوم صفتشان بود. چهارم صفت، و ایتاء الزکات، دادن زکات. الله متعال میگه ما برش وحی کردیم انجام کارهای نیک هم باز خصوصا اقامه نماز و دادن زکات. امروز وقتی جامعه خود ما سعی میکنیم نماز اول وجود نداره، کسی نمیخوانه، زیادتر مردم خود میگه نماز کی کشیده. یک تعداد که میخوانه نماز میخوانه، نوشته میکنه نماز از دیدگاه امام ابو حنیفه، نماز عبادت الله است، این را تشریع رسول الله میکنه، نه امام ابو حنیفه رحمه الله. این دیدگاه از کجا شده؟
این در دین دیدگاه هاست، در دین دیدگاه ها نیست. زمانی که یک امر از پیغمبر ثابت میشه، دیدگاه یک فرد در مقابل عمل رسول الله قابل قبول نیست. چرا؟ اگر ما پشت دیدگاه بگردیم، سنت های پیغمبر از پیش ما میمانه. پیش براتان گفته بودیم 4 انگشت ثابت کو، دستی تا در گوشی توری برده به پره طرف چی هست؟ قبله است. انگشت های تام قاط کدگی او در نرمی گوش هم اینجا اینی تور کده را ایستی. در کدام حدیث پیدا میکنی؟ او نیت کدام ادام سازم هم قطش میگی، باز دستای تا توری بسته میکنی، حلقه میکنی. این در کدام است؟ کدام عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم است؟ یک کتاب در این روزا مفت چاپ میشه، مفت توزیع میشه به نام کتابی که در اونجا افتخارات جناب حج و وزارت حج و اوقاف هم در او تصدیق کرده، نوشته کرده، تمجید کرده از امو کسی که کتاب ترجمه کرده، عالمی به زبان اردویی را تصنیف کرده، یک جناب مفتی صاحبی را بازی را ترجمه کرده. اینم هدفش هم است که لامذهبای وهابی زیاد شده، مردم از راه حق میکشانه، از خاطر این کتاب در پیششان است. اما کتاب پیش که جناب محترم تو را به الله قسم در یک صفحش تناقض پیدا میکنی یا نه؟ در یک صفحش من 4 تناقض پیدا کنم برات. چرا مردم فریب میده به نامای خیلی جاذب و جالب تا ایدش از وزارت حج و اوقاف بگی؟ خب لیکن هیئتی که را امضا کرده حج و اوقاف در روز قیامت جواب میده ان شاء الله. استاد میشه که به کدام اساس تو را تمجید کرده ای؟ دامن زده چیزی که حق سور رد میکنه. اگر مرد هستی در میدان بیایی که ثابت کنیم، که ثابت کنیم که کدامش درست است. نماز رسول الله درست است یا نماز حنفی یا نماز شافعی؟ به ناما کدامش درست است؟ خب افسوس است که در اینجا نامهای معظم ائمه چی میشه؟ توهین میشه، به نام از اون تمام میشه. امام ابو حنیفه رحمه الله خلاف طریقه رسول الله نماز میخوند، مردم توصیه کرده که خلاف سنت رسول الله شما نماز بخوانید، و گفت اذا صح الحدیث فهو مذهبی. از مخاطر شاگردایش خودش پسان خبر شد که قرائت خلف الامام درست است. حتی در نماز جهری در سکتات میگه بالکل فاتحه خوانده شود. حاشیه شرح وقایع در باب القرائت خلف الامام صحیح کنید که همین گپیش است یا نه. حسام یک نفر حسام نام داره از جمله شاگردای امام ابو یوسف رحمه الله است، رفع الیدین میکرد. چرا؟ حدیث برش رسید قوی. گفت حالی من نمیشینم که رفع الیدین نکنم. امی کسایی که فعلا است الحمدلله یک تعداد علمای دیوبندام و میگه چی میگه؟ ما در نوافل میکنیم. خیر در فرایض چرا نمیکنی؟ عملی رسول الله چرا میترسی؟ عملی پیغمبر ترجیح میدی عملی یا گفتاری مذهب کدام میشه؟ عملی رسول الله راجح است، انسان باید تسلیم شود. بر ترتیب الله رحم بکنه. نماز اول خوانده نمیشه که خوانده میشه بسیار نقصان است، قصور است، بی وقت خوانده میشه او زود خوانده میشه، رعایت قومه و جلسه نیست، مشتمل به بدعت های کثیر است. شما در صف ببینید مسجد تو میگی مردم قطعا یکی با دیگه سخت دشمن است، یکی یک جا استاد است دیگه پایچا کشال، یک رقم کج ایتور کری پای ایتور شفت او پنجه پایین در شرق و غرب رفته. بیچاره کسی برش نمیگه. حدیث بخاری شریف است، چرا مخالفت میکنی؟ حالی امیر شما چی جواب داره؟ حدیث بخاری را که شانه را با شانه پای با پای بچسبونی چی دلیل داره؟ داره؟ نداره. لیکن فقط و فقط ضد و عناد یارا فرا گرفته، کل عمر مخالف دستور رسول الله عبادت الله را میکنه. عبادتی که مخالف دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود چطور مقبول الله تعالی بگرده؟ وقتای نمازهای مسجد را ببینی، اینم یالی فعلا من براتون گفتم که داشت مجازان میشه، پا بالا نماز جماعت خفتن میشه. حالا که مذهب حنفی خفتنش پسان است با مذهبای دیگه مذهبا آخری وقت شام غیبوبت شفق که سرخیست در جانب مغرب او گم شود، اما حنفی ها میگه نه شفق سفیدی است، بعد سرخی که سفیدی میاد همیشه 15 دقیقه تفاوت داره نماز. وقتی خفتن حنفی با دیگه خفتنا امی مولای حنفی آلی از خفتنای سلفی ها کدام نیم ساعت پیش نماز میخونه، نیم ساعت. عجیب است، دین تابع مردم است. عجیب بپاسته. ما گفتم که ما اقامه صلات نمی کنیم، آن چیزی را که صفت انبیاء علیهم السلام الله بیان میکنه در ما وجود نداره. الله توفیق نصیب بکنه. انشالله اگر کسی حق پرست باشه یک در نمازم که ببینه سلفی و غیر سلفی را بالکل فرق میتونه، بالکل میفهمه که اینی سلفی است
و اینی نیسته که نماز درست میخوان، رکوع، جلسه، قومه، به اطمینان، به آرامی، به خشوع، به خضوع، بفهمی که سلفی است. از زمانی که زفت و پرود بود خلاص دیگه معلوم میشه که کدام است. همیال تفکیک نمیشه، بالکل میشه. و کانو لنا عابدین، پنجم صفتش و کانو به طریق مستمر بودن، همیشه بودن ابراهیم علیه السلام و اولادایشان لنا خاص برای ما. الله متعال میگه عابدین عبادت کننده، عبادتشان خاص برای ما بود.